سلام عشقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. راستش من چند روزه میخوام این ویدیو رو میخوام بگیرم، نه برای اینکه از خودم دفاع کنم، نه برای اینکه بخوام کسی رو قانع کنم. فقط حس کردم که باید بعضی حرفا رو بزنم اینجا. وقتی وارد عشق ابدی شدم فکر میکردم که سخت‌ترین بخش زندگی اون بخش زندگی داخل ویلاست، ولی وقتی بیرون اومدم فهمیدم که سخت‌ترین قسمت تازه از همون لحظه شروع میشه. وقتی هزاران نفر بدون اینکه تو رو از نزدیک ببینن درباره شخصیتت نظر میدن، یکی دوستت داره، یکی ازت متنفره، یکی تشویقت میکنه و یکی هم قضاوتت میکنه. و این تجربه چند تا حقیقت خیلی مهم بهم یاد داد. اولین حقیقت اینه که شهرت فقط دیده شدن نیست. شهرت یعنی باید یاد بگیری که با تعریف و توهین هر دو کنار بیایی. اگر با تعریف ها زیادی خوشحال میشی، با توهین ها هم زیادی ناراحت میشی. من اینو یاد گرفتم و فهمیدم که نباید ارزش خودم رو با کامنت ها اندازه گیری کنم. هیچ آدمی رو نمیشه با چند دقیقه تصویر شناخت. همه ما لحظه های خوب بد داریم و من هم شاید اگه جای شما بودم با چند دقیقه تصویر از زندگی یکی رو میدیدم دربارش قضاوت میکردم. ولی امروز میفهمم که زندگی واقعی خیلی بزرگتر از چیزیه که داخل یک برنامه دیده میشه. حقیقت دوم، همه قرار نیست از تو خوششون بیاد. قبلا دوست داشتم که همه منو دوست داشته باشن، ولی الان فهمیدم که همچین چیزی وجود نداره. مهم اینه که خودت بدونی چه کسی هستی. اگه قرار باشه برای راضی کردن دیگران هر روز شخصیتتو عوض کنی، آخرش خودتو گم میکنی. حقیقت چهارم اینه که اگر زمان به عقب برگرده شاید بعضی جاها بیشتر سکوت میکردم، نه چون حرفی برای گفتن نداشتم، چون فهمیدم که همیشه لازم نیست همون لحظه همه چی رو ثابت کنی. بعضی وقتا زمان بهتر از هر توضیح حقیقت رو نشون میده به نظر من. حقیقت پنجم، بعضی کامنت ها واقعا روی آدم تاثیر میذاره. من هم آدمم، احساس دارم و بعضی شبها کامنت هایی خوندم که واقعا ناراحتم کرد، ولی خب بعد فهمیدم که با هر نظری بخوام بالا پایین بشم هیچ موقع آرامشی که بخوام و به دست نمیارم. حقیقت ششم، شخصیت واقعی آدم با گذشت زمان شناخته میشه. ممکنه اول مسیر خیلی برداشت اشتباهی ازت داشته باشن، ولی اگه خودت باشی و فیلم بازی نکنی بالاخره زمان همه چی رو مشخص میکنه. حقیقت هفتم، هر اتفاقی که حتی اگه سخت باشه به خودت ربط داره. عشق ابدی برای من فقط یک برنامه نبود، یک تجربه بود. تجربه‌ای که باعث شد خودم رو بیشتر بشناسم، صبورتر باشم و یاد بگیرم که زندگی فقط برد و باخت نیست. و آخرین چیزی که میخوام بگم، اگر تا امروز کنارم بودی و حمایتم کردی ازت واقعا ممنونم. اگرم از من خوشت نمیاد باز هم برای من قابل احترامی، چون سلیقه آدم ها با هم دیگه فرق میکنه. فقط از همتون یه خواهش دارم، قبل از اینکه درباره شخصیت یک آدم تصمیم بگیرید یادمون باشه که هیچ کس رو نمیشه با چند دقیقه تصویر یا چند سکانس شناخت. همه ما اشتباه داریم، همه ما یاد میگیریم و همه ما در حال رشدیم. من هم هنوز در حال رشد و یاد گرفتنم و میخوام یه چیزی رو خیلی شفاف بگم. حس میکنم که فصل عشق ابدی برای من به پایان رسیده، نه اینکه فراموشش کنم، چون همیشه بخشی از مسیر رشد من بوده، ولی واقعا دیگه دوست ندارم درباره حواشی عشق ابدی صحبت کنم. دوست ندارم تمام محتوای این کانال بشه در رابطه با عشق ابدی. احساس میکنم که هر چیزی یه زمانی داره و الان زمان اینه که من وارد فصل جدیدی از زندگیم بشم، از لایف استایلم بذارم و از این به بعد اگه موضوع مهمی پیش بیاد حتما راجبش صحبت میکنم. ولی واقعا قصد ندارم زندگی و انرژی خودم رو صرف حاشیه به عشق ابدی کنم. دوست دارم اینجا بیشتر خود واقعی عرفان رو ببینید، زندگی روزمرم، کارم، تمرین هام، سفرهایی که میرم، مصاحبه هام، موفقیت هام و شکست هام و مسیر ساختن آینده‌ای که برای خودم ساختم.
دوست دارم اگر کنار من میمونی فقط به خاطر یک برنامه تلویزیونی یا عشق ابدی نباشه. میخوام کنارم باشی، چون برای من خیلی قابل احترامی، چون باور دارم آدم ها رو باید در طول زمان شناخت، نه فقط از روی چند سکانس. و این تازه شروع مسیر منه و اگر دوست داشتید کنارم بمونید، چون حس میکنم بهترین روزهای این مسیر هنوز نرسیده. ممنونم که تا آخر این ویدیو کنار من بودید. مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم.